درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت 4 کتاب استراتژی بسیار قدرتمند و کاربردی پرایس اکشن مومنتوم در بازار فارکس خیلی خوش اومدید. در قسمت های قبلی ما چند بحث بازه زمانی، روند، حمایت و مقاومت و اصلاحات فیبوناچی رو با هم بررسی کردیم. توی این قسمت بحث الگوهای شمعی و چکش را خواهیم داشت. البته چند الگوی دیگه هم در این کتاب اومده و بعد از اون آقای دمیر استراتژیش را ارائه کرد. ولی از اونجایی که ما قراره که کتاب را بخونیم و گام به گام پیش بریم با هم دیگه، مجبور هستیم که خب همه رو با هم دیگه نگاه کنیم و در بسیاری از موارد من توضیحاتی هم خدمتتون داشته باشم. همانطوری که احتمالا میدانید، در صورتی که تمام تنظیمات استراتژی به درستی انجام شود، الگوهای شمعی میتواند بهترین تاییدیه برای ورود به معاملات را صادر کند. در ادامه تعدادی از الگوهای شمعی را که از نظر من قوی ترین هستن با شما به اشتراک میگذارم. اولیش الگوی چکش. خب شکلی که در کتاب برای الگوی چکش آورده این شکل هستش. این کندل از تمام کندل ها قوی تر است و هنگامی که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی قرار بگیرد، مانند شکل 18 که دارید مشاهده میکنید، این احتمال وجود دارد که قیمت پس از مدتی معکوس شود و این اتفاق هم میافتد. اگرچه چکش دوم صعودی بود، با توجه به روند نزولی اصلی نتوانست قیمت را بیش از 150 پیپ بالا ببرد که برای این حالت قابل توجه است. منظورش این هستش. این کندل دومیه، میبینید که صعودی بود ولی مثل این روند خیلی پایین نیامد، ولی برای خودش قابل توجه. خب من این توضیح خدمت دوستان بگم و بعدش هم الگوی پوشا رو با هم دیگه نگاه کنیم. ما بریم روی چارت و سعی کنیم که الگوهای چکش را پیدا بکنیم. الگوهای چکش الگوهایی هستن که اولا در انتهای یک روند صعودی یا نزولی باید دنبال همچین الگویی بگردیم. وسط یک روند هم احتمال داره که ما یک الگوی چکش مشاهده بکنیم، ولی خب اونجا برای ما خاصیتی نداره، کاربردی نداره. به طور مثال نگاه کنید، یکم شکل بزرگ کنم، یعنی الان بیت کوین در تایم فریم 30 دقیقه‌ای هستش. بالاخره اینجاها میشه این الگو رو هم یه جورایی دید. مثلا این الان الگوی چکش احتمالاً بهش هم یه واکنش کوچیکی نشون داده. یا اینجا هم باز نگاه کنید، البته این حالت پایینش سایه داره. الگوی چکش در انتهای یک روند صعودی اگه قرار بگیره، بدنه پایین کوچیکه، شادو بالا بلنده. پایینش هم شادو نباید داشته باشه، تقریبا مانند این. ولی خب این روند خودش روند صعودی نیست. یعنی 3 تا کندل سبز هنوز بیانگر یک روند صعودی درست حسابی برای ما نیستن. یک روندی میتونه یک روند صعودی باشه که حداقل چندین کندل سبز ما در اون مشاهده بکنیم و خب از اون فقط استفاده کنیم، چون بعدش هم یک بازگشت خوب میتونه اتفاق بیفته. چیزی که اینجا مشاهده میشه، ببینید اینجا الان قشنگ مشخصه، چشمی هم که شما نگاه کنید این روند صعودی 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا کندل سبز داره داخلش، حتی چند تا کندل قرمز هم داره، اشکال نداره، ولی مشخصه که روند اینجا کف پایین تر داره، اینجا کف بالاتر نسبت به یکی داره. با سقفش هم بخوایم ببینیم، این سقف رو ببینید با این سقف، دوباره این سقف رو ببینید، پس چند تا سقف و کف داخلش میتونیم ببینیم. حتی عقب‌تر بیایم، این روند صعودی عقب‌تر هم جا داره دیگه، دوره اینجا یک کفه، دوره این کفه از اون بالاتره، این یکی از اون بالاتر سقف‌ها رو ببینید، تقریبا این سقف‌ها با این سقف و این سقف مقایسه کنید، عقب‌تر میایم همین حالت دیگه. ببینید الان این باز این کف از این و این پایین‌تره، سقف‌ها رو هم همینجوری نگاه بکنید، پس قشنگ مشخصه که این روند یک روند صعودی هستش. اتفاقا از اینجا تا اینجا هم صعودیه. بعد ببینید یه چکش هم اینجا داشته و بعدش
اون حالت نزولی اتفاق افتاده. ولی 3 تا کندل نیست، ببینید 1 کیلو تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا کندل سبز مشاهده میشه. البته بینشون کندل های قرمز هم وجود داره، ولی کندل قرمز نتوانستن هیچ کدومشون ادامه پیدا بکنن و یه جورایی قدرت این که روند رو برگردونن یا بتونن کفهای پایین تر و سقف‌های پایین تر ایجاد بکنن درشون مشاهده نمیشه. پس خب وقتی که یه همچین روندی ادامه داره و ما به همچین الگویی برخورد میکنیم، این میتونه که آغازگر یک روند نزولی باشه. برعکسش هم خب میتونه مجددا وجود داشته باشه که شما روی چارت ها به نظر من به عنوان تمرین برید و بتونید این روندهای نزولی صعودی را باز مشاهده بکنید، ببینید این الگوهای چکش در انتهای هر روند نزولی به چه صورتی هستن، در انتهای یک روند صعودی چون هستن. باز اینجا یک روند نزولیه، قشنگ مشخص. ببینید از کجا شروع شده، بعد سقف‌های پایین‌تر، کف‌های پایین‌تر داره ادامه پیدا میکنه. این سقف و کف‌های پایین‌تر اینجا دقیقاً به یک الگوی چکش برخورد میکنیم و بعدش هم حالا مهم هست که این کندل بعدی هم یک کندلی هست که در ادامه خواهیم دید چه چیزی هستش و بعد ببینید اینجا بالاخره یه مقدار صعودی شده. دوباره اینجا ببینید یه الگوی چکش دیگه اینجا وجود داره. البته این 3-4 کندل بعدش تونسته موفق بشه که دوره اینجا یه الگوی دیگه دیده میشه که فکر کنم تو قسمت بعد این الگو رو بهتون میگم به چه صورتی هستش. ولی مشخصا شما چکش ها در انتهای یک روند نزولی هم اینجوری هن که یک به اصطلاح شادوشون به سمت پایینه، بدنشون بالا توپور. حالا قرمز سبزش خیلی فرق نمیکنه، سبز باشه بهتره ولی قرمز هم مشکل نداره. این نشون دهنده اینه که ببینید بازار تا اینجا اومده پایین، از اینجا جمع شده اومده اینجا بسته شده و در کندل بعدی هم که اتفاقا سبز هستش روند ادامه دار بوده. پس یه تغییر روند اینجا داره نشون داده میشه به ما که خب میتونه مؤثر واقع بشه و بعدش خب اتفاقی که افتاده. خب بریم ادامه کتاب را با همدیگه ببینیم. در ادامه ما الگوی پوشا را بررسی میکنیم و عرض کنم خدمتتون که الگوی پوشا که الگوی بسیار قدرتمند است و به این معناست که تغییرات در احساسات بازار رخ داده است. همونطور که میبینید این کندل در بالاترین قیمت و در انتهای روند ظاهر شده و این چیزی است که در این استراتژی در مورد الگوهای شمعی به دنبال آن هست. هنگامی که این الگوهای شمعی در انتهای روند صعودی یا نزولی و همچنین بر روی خطوط مورب یا افقی حمایت و مقاومت شکل بگیرن، سیگنال بسیار قدرتمندی صادر میشه. یعنی حالا میگه غیر از اینکه شما الگوهای صعودی نزولی را میتونید برای این الگوهای شمعی در نظر بگیرید، میتونید با حالا موارد دیگری که قبلا تو فیبوناچی راجعش صحبت شد دنبال این الگوها در نقاط حمایتی مقاومتی هم بگردید. خب همونجور که مشاهده میکنید این الگو که الان پوشای نزولی هستش، یک کندل توپر بلند قرمز که حالا اینجا مشکی، خیلی جاها مشکی ها همون قرمز دیگه، سفید سبز مشکی قرمز می باشد که توانایی این را داره که کندل سبز قبلی خودش رو کاملا بپوشاند و از اون هم بیشتر بشه. باز اینجا شرطش همونه، ببینید انتهای روند صعودی یا نزولی باید قرار بگیره. دومی که این نوع کندل شادو نداره، یعنی کنید یکی الان یک کندل قرمز هستش و نسبت به کندل قبلیش هم اندازش بیشتره ولی بالاش ببینید یک شادو وجود داره. یعنی در این حالا این شادو
اگه فرض کنیم این تایم فریمش 30 دقیقه‌ای بوده باشه، ما الان نمیدونیم که این شادوی بالا در چند دقیقه آخر این 30 دقیقه ایجاد شده. شاید اصلا 25 دقیقه 27 دقیقه این اینجوری صعودی بوده، بعد 2-3 دقیقه این نزولی شده، حالا دوباره ببینید بعد 2-3 دقیقه صعودی پیدا کرده و حالت خودش ادامه داره. ولی وقتی که این توپر هست، معمولا زمانهایی هست که در کل تایم قیمت اومده پایین و به اینجا رسیدنی. به اینش هم باید توجه بکنید. یعنی به نظر من این هم مهمه که حالا تو خود کندل نمیتونید مشخص بکنید، ولی وقتی که مثلا تو چارت دارید تو تایم فریم های کوچکتر میبینید، تو 30 دقیقه‌ای مثلا یه دقیقه یا 5 دقیقه کنارش باز کنید، مشخص میشه که آیا این اتفاقی که الان افتاده در کل 30 دقیقه در کل اون تایم فریم اتفاق افتاده و روند نزولی شکل گرفته، یا اینکه نه تو همون 2-3 دقیقه آخر. ما دنبال این هستیم که در کل اون تایم این اتفاق افتاده باشه. برعکس اون هم که خب یک کندل توپر سبز رنگ هستش که در انتهای یک روند نزولی میتونه کندل قبلی خودش را به نوعی کاور کنه. پس بازگشت های ما در نقاط انتهای یک روند یا باید اون کندل های چکش باشن، یا بایستی این کندل های اصلا خدمتون پوشا باشد. ببینید اینجا یک روند صعودی شکل گرفته تا اینجا و این تقریبا این کندل توپر هستش و اگر ما پای چارت بوده باشیم توی نیم ساعت این اتفاق اومده تا اینجا رسیده، این میتونه برای ما یک نشانه باشه. البته اندازش از کندل قبلی خیلی بزرگتر نیست، یه ذره اومده پایینتر. این هر چقدر پایینتر بیاد نسبت به کندل سبز قبلیش، خب اوضاع بهتر هستش. و بعضی از اوقات هم البته هست که حالا تو تایم فریم 1 ساعته شاید اینها بهتر دیده بشن و میتونیم تایم فریم های بالاتر رو هم باز ببینیم. علتش چیه؟ علتش اینه که مثلا ببینید احتمال داره که 2 تا دونه کندل قرمز پشت سر هم، حالا سبزش هم کوچیک باشه، یکیشون تو این تایم فریم اندازه این سبزه باشه، ولی خب تو 1 ساعتی که میذارید مجموعشون از قبلی بیشتر میشه و خب مشخص میکنه که تو زمانی 1 ساعت شما دارید اون روند نزولی را طی میکنید. که خب ببینید مثلا یه جایی مثل اینجا یه کندل بازگشتی اینجا دیده میشه، یه چکش داریم همونجوری که میبینید و بعدش هم یه کندل سبز خوب داریم. حالا یه کمی شادو پایینش کار رو خراب میکنه، ولی در نهایت همچنین شادو بالا، ولی میتونیم این دوتا رو فعلا زیر نظر بگیریم چون اینجا یک چکش داشتیم، چکش اینجا و این کندل و بعدش ببینید روند صعودی خیلی خوب ادامه دار بوده و این میشه کندل پوشای ما که ادامه این روند را برای ما نشون میده. یعنی ادامه این علتش که الان ما این را به عنوان ورود خودمون در نظر میگیریم، میگه شما حالی که این در انتهای یک روند که وجود نداره، بله در انتهای روند وجود نداره، ولی ببینید این رو ما اینجا داریم، این رو اینجا ما داریم و در ادامهش این رو هم داریم. این 2 تا دونه سیگنال قوی داره به ما صادر میشه که مثلا اینجاها میشده روی خرید یا روی بای اقدام کرد که ببینید دقیقاً هم درست بوده، چقدر خوب بالا اومده و تقریبا میشه گفتش سیگنال دهی خیلی قشنگی به ما داشته. یعنی حالا یه جایی که یه همچین کندل هایی بعدن ظاهر میشن، در ادامهشون هم مهم هست که چه اتفاقی میفته. یا مثلا ببینید اینجا همینطور ما یک چکش رو داریم، بازگشت رو داریم و بعد این کندل رو نگاه بکنید. این کندل یه پوشایی هستش که 3-4 کندل سبز قبلی خودش رو کاور میکنه. توی یک کندل ما به اندازه 3-4 تا کندل اومدیم پایین. پس مشخصه که روند خیلی به شدت نزولی هستش و بعد نتیجه کار رو ببینیم که دقیقاً همین اتفاق افتاده و به چه صورتی پایین رفته. و در هر حال میبینید که از این نوع اتفاقات میتونید زیاد پیدا بکنید در مارکت و حالا ادامه کتاب
الگوهای بعدی هستش که من ترجیح میدم به خاطر اینکه ادامه برنامه طولانی نشه، حالا 15 دقیقه شد، در قسمت بعدی به آموزش ادامه کتاب بپردازم. پس فعلا 2 تا الگوی شمعی که خیلی مهم هستند و تو این قسمت با هم مرور کردیم. منتظر نظرات خوب شما عزیزانم هستم. اگرم هنوز جایزتون رو دریافت نکردید و کتاب ژورنال معاملاتی را نگرفتید که اسپانسرش بروکر وان رویال هست، حتما در اینستاگرام شماره تلگرامتون برای من بفرستید که بهتون بگم چیکار کنید. با تشکر از توجه شما عزیزان، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.